ساعت به وقتی پرگر رسیده هست بینندگان عزیز و آنهایی که همین لحظه ها با ما پیوستند در بخش مستقیم بار دیگر درود میفرستم برای شما و امیدوارم که در چند دقیقه دیگر ما رو تماشا میکنید تا اینکه از سرخط موضوع های روز آگاه باشید و این موضوعی که حالا من برای شما میگم بر علاوه مطالبی که تو 3 ساعت دیگر به دست ما خواهد رسید ما در برنامه خبری تفصیلاتش رو برای شما پیشنهاد میکنیم. قرار است به همین زودی ها مسجد مرکزی یا خود مسجد بزرگترین تاجیکستان که با مبلغ گذاری قطر و تاجیکستان در پایتخت کشور یعنی دوشنبه بنیاد شده است مورد استفاده قرار بگیرد. این مسجد از 4 مناره بلندیش 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ و تالارهای خردی نمازگزاری عبارت خواهد بود. در این مسجد جمع تا 115,000 نفر در یک وقت میتوانند نماز گذارند و یادآور میشم که خشت اولی ساختمان مسجد سال 2009 گذاشته شده بود و ما در برنامه برای شما خواهیم گفت که دقیقاً در کدام ماه این مسجد به استفاده داده خواهد شد. سازمان ملل متحد وضع زنان و کودکان جنگیان گروهی دولت اسلامی که در چند پناهگاه در سوریه نگهداری میشوند وحشتناک خوانده است. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است 10,000 زن و کودک خارجی در این پناهگاه ها نگه داشته میشوند و با رادیوی آزادی معلوم شد که در این میان بیش از 100 زن و کودک تاجیک نیز بوده است. به نوشته گزارشگران این سازمان زنان و کودکان به مواد اوزاقه و طبی دسترسی ندارند و کودکان به خطر مرگ روبرو می شوند. در این باره بینندگان عزیز صحبت خواهیم داشت در برنامه امروز. مشکل حل می شود. گزارش رادیو آزادی درباره خطرهایی که کودکان 4 دهه در وحدت برای رسیدن به مکتب پشت سر می کنند گروه از مهاجران و صاحبکاران را بی‌طرف نماند. آنها با مراجعت به مردم این دهه ها برای کمک به کودکان بی مکتب اظهار آمادگی کردند. اگر یادتان باشد هفته گذشته همکاران ما در یک مطلب خود درباره آن نقل کردند که صدها کودک بنابر نداشتن مکتب در دهه خود هر روز به اصطلاح جان خود را به کف گذاشته و با عبور دریا و پل لرزان به علم آموزی میروند. مقامات سبب بنیاد نشدن مکتب نو را به آن ربط دادند که ساکنان محله‌های نوبنیاد هنوز خود را ثبت نام نکردند. همکاران ما بار دیگر به این منطقه سفر کردند تا ببینند که در این چند روز آنها چه وعده هایی گرفتند. روی پدر رو ادامه میدهد. پسر جنگاور معروف و قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود میگوید میخواهد در بنیاد یک افغانستانی نو و زمانوی خدمت کند. او هم مثل پدرش احمد نام دارد و میخواهد بر ضد ایدئولوژی افراطی طالبان مبارزه برد. اگر برنامه خبری رو تماشا کنید امروز صحبت خود احمد مسعود را خواهید دید. اظهارات پسر شهر پنشیر در حال صدا میدهد که از مرگ احمدشاه مسعود فرمانده تاجیک تبار افغانستان رسوا 18 سال گذشت. او دقیقاً روز 9 سپتامبر سال 2001 از جانب 2 عرب تبار که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند کشته شد. پس از مرگ به احمدشاه مسعود در افغانستان رسما عنوان قهرمانی ملی داده شد. گروهی از ساکنان شهر دوشنبه میگند شرکت در مکان زیستی آنها مکتب میسازد ولی مسئله پرداخت جبران خانه هایشان را که تخریب میشوند مطرح نمیکنند. در مکان ساختمان مکتب فعلا بعضی کارهای آمادگی برای شروع ساختمان ادامه دارد. چندی از منزل های این مکان الکی ویران شده است و به قبل همصحبتان همکاران ما صاحب خانه ها به دیگر جایها کوچ بستند. در گذشته چندین حالتهای نگرانی ها از فریب خوردن مشتریان شرکت های ساختمانی رسانه‌ای شده بود و آگاهان امور بر این نظرند که به وعده خود عمل نکردن از سوی شرکت های ساختمانی باعث به آن شده است که ساکنان یعنی تخریب منزل هایشان با پافشاری های زیاد نخست میخواهند که مسئله جبران ویران کردن خانه هایشان حل شود تا جای دیگری آنها بتوانند سرپناه یابند. به طور شما پی بردید این یکی از موضوع دیگری برنامه ما خواهد بود و در برنامه اگر فرصت شد از آن میگیم که دانشمندان نخستین بار سیاره را بیرون از منظومه خورشیدی پیدا کردند که در آن آب و ممکن است زندگی هم وجود داشته باشد. بینندگان عزیز امیدوارم که همه شما را در برنامه امروز هم خواهیم دید چون هر روز و مطالب زیادی رنگارنگ و مهمی روز داریم و منتظر شما خواهیم بود در همینجا در آزادی ویک بعد از رسا 3 ساعت دیگر.